از سلام دارم دوستان عزیز. این پیام مخصوص همون کسی است که میگه افغانستان به درد نمیخوره. پس خوب مرا گوش که ببین چی برای تو میگم. چند روز امینا که مهاجرا که میرم از ایران به افغانستان میرم. تو چیکاره همین امارت اسلامی این؟ تو چیکاره این؟ همین که تو نگاه میکنی. من چیکاره اینم؟ وقت به ما نه وظیفه نیه. این که من بگم میگی وظیفه اینه، وظیفه نیه. برای جان وظیفه اصلا نیه. نگاه که من برای تو چی میگم. وظیفه از این چیه که برای نفر 2000 بده؟ من 20 تا باشم 20 نفر 2000 حساب کنه برای من بده. چه کار اینا؟ همه برار اینا به چه همه اینا. تو چه کاره اینه که نفر 2000 برای تو میده؟ وقتی کارت تغذیه غذایی هم برای تو میده. هنوزم از کشور خنارزی وقت گم شو وقت کن تو کشات شده ده که تا ایران اینا میبری تو اینه بعدا وقتی که خیر بخیر